درود دوستان، خبر خوش. یکم نوامبر تقریبا بعد یک نیم ماه در امریکا در لاس وگاس در لیگ UFC ورزشگر تاجیک موین گافوروف با ورزشگر آمریکایی مایلز جونز برآمد خواهد کرد. دوستان خاطر رسان میکنم که موین گافوروف حاضر با میراب دوالاشویلی چمپیون UFC تمرین های دست جمعی دارد و چون که میراب دوالاشویلی 6 دکبر با پیوتر یانی روسیایی کمربند خودش رو باید حفظ کند و این یک شانس خوب است که برای موین گافوروف با چمپیون UFC میراب دوالاشویلی آمادگی می‌بیند. آنها دوست هستند. در خاطر دارم که فکر کنم میراب دوالاشویلی با موین گافوروف یک ساعت قیمت بها تقدیم کرده بود و فکر کنم که میراب با موین هم کمک می‌کند چون که اونا خیلی دوستی خوب هستند، با هم دیگر با هم تمرین می‌کنند و ما باوری داریم که موین گافوروف آماده خوب می‌بیند در این مسابقه و بر حریف خود دست بالا می‌شود. حریف او آمریکایی میباشد، مایلز جونز. او هم در پارتر خوب است، در گشتین هم در راستو جنگ خوب میکنه چون که باکس همش کردگی است، ولی او را دو بار با فیلم سال 2022 و 2023 با از ورزش اخراج کرده بودند چون که از او دوپینگ یافتند، از او همون چیزایی که اجازه نیست از بدن و از خون اون پیدا کرده بودند و ما امیدواریم که در این رقابت با موین گافوروف او تازه جنگ میکند به دوپینگ و به هیچی. دوستان فکر خودتان را نویسید در کامنتاریا. شما چی فکر دارید کی غالب می آید روز 1 نوامبر، موین گافوروف از تاجیکستان یا کی مایلز جونز از آمریکا؟ ما هم حتما موین گافوروف را دستگیری میکنیم و امیدواریم که او دست بالا می شود چون که او با چمپیون UFC آمادگی میبیند و خیلی حاضر تجربه خوب دارد. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و حتما 1 نوامبر تماشا میکنیم با هم موین گافوروف را با مایلز جونز از آمریکا در UFC لاس وگاس. خدا یار و یاورتان باد.